همون اگر گیر بیفتی کدوم یکی از این مکان‌ها رو برای زندگی انتخاب می‌کنی؟ برو بریم. شماره 1 توی یه فانوس دریاییه که به نظرم اسلحه ها رو نگاه کن. فانوس دریایی اینقدر لوکس ندیده بودم من. آخر زمان ولش کن، من همین الانم حاضرم اینجا زندگی کنم. اوه اتاق گیم هم یه داره، هیچی دیگه. این اولیه بعد جوری کارو در آورد. ببینیم بعدی‌ها چیه. بعدی‌ها این وسط شهره ولی امنیتش بالاست. فکر کنم کلا 2 تا یا 3 تا باشه. دومی هم دنج بد نیم ولی اولی ها یه چیز دیگه بود. دومی اصلا هیچی چیزی نداشت، یه دونه حال بود فقط. گزینه آخر من اون اولیه اون اتاق گیم داشت. منو ببرید همونجا. فکر کنم شما هم همونجا رو انتخاب کنید.